امروز 22 نوامبر در روز چهارم دادگاه چهره‌های معروف سیاسی و خادمان پیشین دولتی برخی از شاهدان بیانات دادند. خبرنگار رادیو آزادی در اطراف بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه مشاهده کرد که برخی از منصبداران پیشین تاجیکستان از جمله رشید عالیموف وزیر پیشین کارهای خارجی و سفیر سابق تاجیکستان در چین و نورعلی سعیدوف کاتب پیشین شورای جمعیتی تاجیکستان پس از انجام جلسه دادگاهی از مکان مرافعه بیرون آمدند، اما این افراد از دادن همه گونه جزئیات به خبرنگاران خودداری کردند. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، شاهدان امروز اساساً در دایره پرونده های همراهخان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجی پرسیده شدند، اما جزئیات این پرسش معلوم نیست. همچنین امروز عیبنامه شاکرجان حکیموف حقوقشناس ورزیده و معاون یکم رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز شنیده شده است. مرافعه چهره‌های شناخته که با گمان تبادلات دولتی و غصب قدرت متهم و بازداشت شده‌اند چون روزهای پیشتر پشت درهای بسته صورت گرفت. با مرافعه تنها وکیلان دفاع این افراد راه داده شدند و خلاص. نزدیکان بازداشت شده ها و نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه با مرافعه راه داده نشدند. در مرافعه های پیشینه عیبنامه افراد دیگری گمانبر همراهخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان، عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست اطلاعات این وزارت، نورامین غنیزاده و جمشید بایف سرهنگ‌های نهادهای امنیتی تاجیکستان، اکبرشاه اسکندرف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان، سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس سابق حزب دموکرات تاجیکستان و احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون اکنون برکنار شده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان شنیده شده است. عیبنامه این افراد از 10 تا 12 سال مصادره اموال و تا حکم ابد را پیش بینی می‌کند. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، بررسی پرونده این افراد هفته آینده ادامه می‌کند.